لیلا چی مایه؟ چرا مثل عمه مگریه میکنه لیلا؟ اگه چای گوشنه شدی که چای خلاص شد. خلاص شد الله همه نمانده باشه. نسخورات کج انداختی؟ گلک پرسان نکوی خسروش دارم خوبی بود. این خسروش دارم خوبی بود. حالا خودم خسرو رمضان خوبه بشدن گریه میکنن. باشه خسرو مادم خوبی بودی. فرقینه که خسرو خوب نمیبینه. داره مرد تو پرسان بکو با گپم بزن. خسرو مادم خوبی بود. خسرو به 12 سال به ایران بود دارد. بعد از 12 سال من 12 سال حرکت کرد که میبینم به ترکیه به دریا غرق شدم. به چند کیه؟ به چند کیه؟ به ترکیه میرفتم به دریا غرق شدم. به ترکیه؟ کجا غرق شدم؟ به دریا غرق شدم فرقی. به دریا؟ با خاک که غرق شدم بالا کشم. به وزیرت بدارم. یک پیاله چای به من بره. خلاص شد شنبه آخری بود. حلقه گلوم خوش شد که یک پیاله چای بره. بابا ندارم یا چکه به تاشو مرا گوسفند ندارم اینا رو آمدم تو من چی بخورم؟ بابا حلقه گلوم خوش شد گفتم یک پیاله چای بدی که باباش من برم گریه کرده. لمیت استار برو نزود یالا کردم به خودم زیاده داره پول پشت که چی بگم. گیر نگالی میگه من چه کار کنم دیگه. چی؟ من مادرتم زنگ زد گیر. نه من چه کن. بابا مغز سر داره بیامونه نگاه خوشحال ماما چون در دریا غرق شده کربزی یاد داره بالا میشه دیگه این گپی نشری گریه میکنه مثل بیوزنا بری با ما همه چکی چای که من حلقه گله من خوش کرد گوشنگی از تو برای گوسفندا اینا همه بابا شمه که من ماشیم دروغ میگه بیا من که چای بخوره ببینیم بزی چه کاره نرولا؟ چه کاره تیره؟ چه کار شده؟ خسرو من 12 سال به ایران بود حرکت کرد که من میرم به ترکیه میرم من حالا به دریا غرق شدم من چه کار کنم؟ ای بابا راست میگی هیچته بوده ای به ترکیه چی ماسته؟ من چون گفتم بریم اونجا که بیتره کاروبار خوبه روزگار خوب بیتره حرکت کردم من رفتم به دریا غرق شدم من حالا 5 نفر یکی نزنده مونده 4 نفر دیگه غرق دریا فهمیلی رفتم؟ اوه بیلا حالا من دست دختری چه کار کنم این جنجال داره که من با کجا برو ای بیخی زندگی از اینا همه برباد شد برباد شدم اینا که چند سال به ایران هم اینا به ترکیه چی ماستن که برم کاربار اینا که به ایران خوب بود میتونه کسور ما به حرف خوشم کرده زندگی خورسرم خراب کردم حالی من چه کار کنم لالا رمضان تو با ما بگو من به ایران برم من به ترکیه برم من چی رقم کنم تو همشون دختر جنجال داره که مروردار ببر پیش خواهم پیش برار منه و کاکای نکده مکه ببره بودی بله برا تو کاری دستتو نمیایه که بری تو اول کو پاسپورت داری نداری با ایران بری اونا به ترکیه خدا میدونم به چی جا برسیدم به کجا غرق شدم اونا به ترکیه میمونه
به افغانستان دیپورت میشم، اونا به ایران میرم، معلوم نیست تو میتونی پادر هوا مجبوری بشینی. هم یک خسور بوریم لال رمضان زنده و مونده، معلوم نیه و هم با کجای به ای بره به او بره، تال خبر نداره. مدر خبر دارین که میگم غرق شده یک زنده مونده. حال مادر کجیر چی میگه؟ مادر کجیر میگه دردم بر بابر مال ایران میگم من چه کار کنم، با کجا برم، من ایسته کنم. برار جو تو خوری لبه لعلخون و ملخون نکو. بس اگه کسی که اونا به ایران میاره اونا به افغانستان دیپورت میشه، اینا چه کار میشه؟ براره من بگم نمیفهمم، اکثر قول مقال داره. هم شما داریم کاری از دست شما میاره، کاری از دست شما نمیاره. یلا به لخون علخون و ملخون از اینجا مصرف خداوند بیا مرتضی گال کپوش شد دیگه. دل به من خوشی من میسیزش زن خوبی بود. چه کار شده؟ چه کاره؟ بگی جان بیا بگی جان گپ بخور بگو. آخه شما خبر نداری که خونواده بیبی و ببی و همه غرق شدن به دریا. با کجا؟ به دریا. حالا بشی که با کجا بودم، با کجا میرفتم، با کجا؟ از ایران میرفتم به ترکیه، به طرف ترکیه به شیشتری. آره به تنها غرق شدم و 5 نفر ببینید و یک نفر زنده بوده. حالا کسی نمونده از اینا؟ یکی زنده بوده نکنم بمونم. بیلا حالا گریه و درد نمیخوره. آخه دل تو میسوزه. حالا من به گپه از اینو میفهمم که آخه بگی جان جای حل پیدا کنیم. آخه از گریه کار ساخته نمیشه. بابا شکولار مدر بطیلی بطل خدا نکرده چی رای حل باید پیدا کنیم؟ آخر چه کار میشه؟ آخه سعی کن با گریه کار برای نمیره، حل نشونده.